در آغاز باز یک هفته و ماه نو به شما بینندگان عزیز سلام میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی. امروز 1 نوامبر است و شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در دقیقه بعدی خواهیم دید که نقشه دعوت تیرماهی چند فایز اجرا شده است. خبرگزاری‌های ازبکی از پلسیتونی مرزبانان توجیک نوشتند و مقامات مسکو می‌خواهند از استفاده مهاجران در ساختمان‌ها کاملا دست بکشند. حمله یک شهروند ایران به همسر سابق توجیکش و به استفاده دادن راه بختر دوشنبه از خبرهای دیگری است. با گذشت رسو یک ماه از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش وزارت مدافع تاجیکستان از اجرای بیش از 62% نقشه خبر می‌دهد. سخنگوی وزارت فریدون محمد علی زاده گفت نخستین شده کمیسریت ولایت مختار کوهستانی بدخشان نقشه دعوت را پورا اجرا کرد. به قول مصاحبه رادیو زودی در این موسم مراجعت‌های ساکنان اکثرا مربوط به تغییر و علاوه‌های اخیر به قانون درباره خدمت حربی است که خدمت پولکی را در نظر گرفته است. راه‌اندازی خدمت الटरनेटिव्ی را ایده یک روی قانونی خلاصی از ارتش ارزیابی میکنند. با این وجود به گفته ساکنان طریق زور و یا ابله به ارتش بردن جوانان این موسم نیز جای دارد. فعلا معلوم نیست که چه تعدادی از خواهشمندان با سپردن پول از خدمت آزاد شدند. دعوت تیرماهی از 1 اکتبر شروع شده تا 30 نوامبر ادامه میکند. آخر هفته گذشته با شرکت پرزیدنت تاجیکستان بیش از 75 کیلومتر راه تعمیر دیده دوشنبه بختر به استفاده داده شد. نوسازی راه از 3 مرحله عبارت بوده، حالا 2 مرحله‌اش با مبلغ‌گذاری بانک آسیای رشد به پایان رسیده است. مرحله سیوم و نهایی را از قطعه قزلقلعه تا شهر بختر را در بر گرفته بیش از 9 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. بنیاد راه با خرج 31 میلیون دلار توسط کمک به بازگشت حکومت ژاپن عملی خواهد گشت. در دایره طرح قرار است 2 کانال راه وسیع و خطای رفت و آمد واسطه‌های نقلیات از 2 سمت حرکت به 4 قطار رسانیده شود. طبق نقشه راه زیرین تا سال 2024 به پررگی به استفاده داده خواهد شد. 2 سال پیش وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود که بعد بازسازی شدن راه دوشنبه بختر آن پولکی می شود. این گفتگوزارها در جامعه موج انتقاد را به بار آورد. ماه فوریه امسال وزیر نقلیات گفت مسئله پولکی کردن راه در بررسی نیست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از مهاجران توجیک دعوت نموده است در دوره محدودیت‌های وابسته به کووید 19 که تا 7 نوامبر اعلان شده است سلامتی خود را احتیاط و در صورت ضرورت به آنها مراجعت کنند. به گفته نمایندگی در این دوره در بزرگترین فروشگاه‌های شهر مسکو به استثنای فود سیتی موقتا محدودیت جاری کرده می شود. در فروشگاه‌های مسکو، صدوات، تپلستان، یوژنی وروتا تنها دکان‌های فروش خوراکواری اجازه فعالیت را دارند. نمایندگی میگوید در ساختمان‌های شهر مسکو محدودیت کاری جاری نشده، اما رعایت قاعده‌های بهداشتی ضمن فعالیت و رفت و آمد به جای کار پرزور کرده می شود. در دوره محدودیت در شهر مسکو داروخانه‌ها، بیمارخانه‌ها، مرکزهای خدمت رسانی بانکی، مرکزهای فروش خوراکواری فعالیت نموده، در طربخانه، آشخانه، خدمت رسانی دسترسنمایی عمل خواهد کرد. رسانه ازبکی کن اوز درباره موردهای تمجویی در مرز با کشورهای همسایه ازبکستان خبر داده است. خبرنگار نشریه که از نقطه‌های مرزی با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است میگوید حق‌ستانی و یا پولستانی از همه بلند در گذرگاه فاتی آباد تاجیکستان با اویبک ازبکستان مشاهده می شود. به قول منبع شهروندان ازبکستان که از مرز تاجیکستان گذشتن نقل کردند مرزبانان تاجیک آنها را 3 ساعت در خط بین منتظر نگاه داشته از هر نفر 150 تا 200 سومونی طلب نمودند. نشریه می نویسد مرزبانان قرقیز و قزاق نیز برای عبور سرحد پول می گیرند اما مبلغ تقاضا می کرده آنها کمتر است. ماه آگوست امسال در پی شکایت‌های پیهمی مسافران از حق‌ستانی در گذرگاه فاتی آباد در سرحد تاجیکستان ازبکستان رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شدند. در همین حال به گفته مسافران مرزبانان توجیک نه تنها از زادگان ازبکستان بلکه از توجیکان نیز مبلغ می‌ستانند. به گفته آنها اگر تابستان مرزبانان از 500 تا 1000 سومونی طلب می‌کردند حالا باشد از 100 تا 200 سومونی. امروز 25 ماه اکتبر ساعت 8:50 سحری ما ای گرانیت اینمی دوستی تاجیکستان برآمدند. انا میگن که پول نمیگیرن ای سری هر یک آدم 100 سومونی گرفتن. این نمیدونم برای چی میگیرن. 300 سومون مونا گرفتن.
انشالله اگر مقام تو اگر باشه یگان آدمی میفهمیدگی همین چهره بینی دیده شد. این نواری کورباری رادیو زودی بود. به سبب بالا بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه اکثر مهاجران ماهای آخر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده میبرند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. طالبان ادعا دارند که ملا هیبتالله آخوندزاده رهبر آنها شب گذشته در مدرسه حکمیه در محله نهم شهر قندهار سخنرانی کرده است. قبلا خبرهای درباره فوت او نشر شده بود. رحمتالله نوریوال یک نماینده طالبان در صحبت با رادیو زودی گفت که صدای سخنرانی کوتاه آخوندزاده نشر شده است. اما این صدا درست فهمیده نمی شود که به کی تعلق دارد. طالبان هنوز از سخنرانی رهبرشان عکس یا ویدیوی نشر نکردند. با گذشت 3 ماه از تصرف افغانستان از جانب طالبان رهبر آنها در هیچ جا دیدن نشده است. گذشته از این حکومت این گروه را یگان کشور جهان به رسمیت نشناخته است. حکومت پاکستان و یک حزب اسلامگرای ممنوع به موافقه رسیدند که به تظاهرات 10 روزه آلوده به خشونت پایان داده شود. طرفداران حزب تحریک لبیک می‌خواهند سفارت فرانسه در اسلام آباد بسته شود و رئیس حزب آنها را رها کنند. درباره سوزش شاه محمود قریشی وزیر امور داخلی پاکستان و یکی از پیشوایان تظاهرگران مفتی منیب رحمان روز 31 اکتبر در یک نشست خبری گفتند ولی جزئیات ندادند. هزاران نفر از طرفداران حزب تحریک لبیک از روز 20 اکتبر از شهر لاهور به سمت اسلام آباد حرکت داشتند. آنها به ضد نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام در فرانسه اعتراض کردند و می‌خواهند سفیر این کشور از اسلام آباد رانده شود. در جریان تظاهرات 8 افسر پلیس و 4 تظاهرگر کشته شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلان یک شهروند ایران را به حبس پیشکی گرفتند. مقامات انتظامی سیاد ریزوانیان 49 ساله را به آن متهم میکنند که قصد کشتار همسر سابق تاجیکش را داشته است. در برنامه تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته شد گلبهار اشوروی 30 ساله که ساکن شهر حصار است بعد 2 ماه زندگی با مرد ایرانی از او جدا می شود. طبق فرضیه تفتیش شد سیاد ریزوانیان شب 16 اکتبر امسال در نزد منزل اجاره گلبهار انتظار شده بر رویش کسلته می پوشد و با تبر به سر و دیگر اعضای بدنش ضربه می زند. سپس مرد از جای حادثه فرار کرده و جبر دیده را با جراحت‌های وزنین به بیمارخانه شهر دوشنبه انتقال دادند. کارمندان میلیسا مرد گمانبر را در مرکز دوشنبه دستگیر کردند. مقامات مسکو نیت دارند از استفاده نیروی مهاجران در ساختمان‌ها پره دست بکشند و با این هدف نقشه را طرحریزی خواهند کرد. مسئولان با این واسطه می‌خواهند کمبود قوه کاری در ساختمان‌ها را حل کنند که فعلا 40% را تشکیل می‌دهد. اندری بچکاریوف معاون شهرداری مسکو در صحبت با خبرگزاری‌های روسی گفته است فعلا در انشاءات ساختمانی تقریباً 80,000 نفر نمی‌رسد. به قول او از 120,000 مهاجری که قبلا کار می‌کردند حالا همگی 40,000 کس مانده است. گذشته از این اگر قبلا شماره ساختمانچیان از حساب مهاجران تاجیک زیاد بود حالا اساساً زادگان ازبکستان و قرقیزستان کار می‌کنند. معاش آنها از 30,000 روبل به 50 و 60,000 روبل روسی رسیده است. اما مقامداری روس می‌افزاید حالا اکثریت حتی بر عوض 80,000 روبل هم کار کردن نمی‌خواهند. بنابراین به تاکید بچکاریوف آنها در اندیشه کاملا دست کشیدن از کار مهاجران در ساختمان‌ها می‌باشند. اداره زندان‌های تاجیکستان خبری از آب آشامیدنی زهرآلود شدن محبوسان در زندان نوی شهر وحدت را بی‌اساس خوانده است. مسئولان این اداره در صحبت با خبرگزاری آزیا پلوس گفتند در قسم‌های طبی و دیگر محل ادای جزا کسی از محکوم شدگان با زهرآلود شوی مراجعت نکردند و چنین حالت به قید گرفته نشده است. آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبری زهرآلود شوی 10 محبوس از آب در زندان نو نشر شد. سرایست اجرای جزای جنایی افزوده است آب زندان استفاده می شود طبق خلاصه متخصصان جوابگوی طلبات است. ماه ایول سال 2019 14 محبوس زندان‌های ولایت سوخت حین انتقال به زندان‌های جنوب کشور زهرآلود شده و جان باخته بودند.
بینندگان عزیز، اکنون برای شما عید قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. امروز 1 نوامبر بانک ملی $1 و 11 سومانی و 24 درم و 1 یورو رو 13 سومانی و 8 درم تعیین کرده است. قربی روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته پایین رفته 1000 روبل 158 سومانی و 60 درم نرخ شده است. دوستان گرامی، با عرض سپاس به یکایک شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. اگر شما شاهد حادثه شدید و یا نوارد دارید لطفاً ما را نیز در جریان بگذارید. من شما را فردا در همین وقت از آن منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.